مادر فرزنده و نزدیکاش عمری دراز ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیب شده. خدمت همه شما مادرای عزیز، خواهرای دین و گرامی، خداوند اجر ثواب نویسه و این تعزیه که شما بیان دارید خداوند قبول فرماید و وفات این مادر، حیات این مادر برای هر یک کدام شما، برای هر یک نفر شما خداوند یک درد، یک فهمی شدید که برای شما یک درس حیاتی شود و از خدای مهربان خواهم می‌ورزیم که باقی ماندن نزدیکایی که از این مادر ماندن همه شما خداوند در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. حضرت مولوی می‌فرمود رود مؤمن از این دنیای پرشور و طاعتها و خلوتخانه گور و او قرآن به هم آنجا در آید و طاق جانبی سر می براید در آید طاعت و صوم و صلاتش همه خیر و صفا حج و زکاتش شود همراه او از جانبی راست دلاسا می کند او را به هر خواست سوالهای کرامن کاتبین را دهد آنجا جوابی با یقین را نجات یابد از هر سختی گور چراغان از گور او پر از نور. الله مهربان رحمت کنه حضرت مولوی را مادرها و خواهرای دین نهایت گرامی. حضرت میگفت که زی مضمون حدیث و از کلام الله اشعارم قلم با سر دویدن گوهر از کام زبان گیرد. میگفت این مصرع‌هایی را که من ایجاد کردم شما باید دونید که همه معنای آیت و معنای حدیث هستند. از این لحاظ این مصرع‌ها را من کمتر برای شما خواهرای عزیز روشن‌تر میکنم، معناشون رو میگم که زیرا که در داخل این مصرع‌ها برای هر یک کدام ما و شما بسیار یک آگاهی زیادی را برای ما و شما کتابت کردن. حضرت میگو رود مؤمن از این دنیای پرشور و طاعتها و خلوتخانه گور و او قرآن به هم آنجا در آید و طاق جانبی سر می براید در آید طاعت و صوم و صلاتش همه خیر و زکا حج و زکاتش. یعنی معنای این است که ما حدیثی داریم از پیغمبر نازنینمون. پیغمبر میگفت پیش ماشیت فإنک میتون. میگه وقتی حضرت جبرئیل آمد پیامبرمون 5 چیزی گوش زد کرد که این تنها برای پیامبر نازنین نیست، برای امتش هم داخل دارد. گفت ای محمد، گفت زندگی کن آن مقداری را که الله برای تو مقدر کرده، لیکن همین قدر بدون که انتهای عمرت مرگ است. یعنی هیچگاه مقصد در خیال کسی نگذارد که پیامبر عمرش مقصد بردوام تا روزی که دنیا اگر قایم باشد پیامبر حیات است. گفت این مقصد از ذهن دور کرد، زیرا که الله مهربان در قرآن خودش گفته است کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. شاید میگو هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. الله میگه بجز ذات من در دنیا هیچ کس باقی نمیماند. حضرت جبرئیل پیامبر اونا چی گفت؟ گفت زندگی کن آن مقداری را که الله برای تو مقدر کرد، لیکن بدان که پایان عمرت مرگ است. بعد از آن معنای همین مصرع‌ها را من همین 5 چیزی که گفتم پیامبر جبرئیل دویم گفتش که و احبب من احببت فانک مفارقو. گفت دوست بدار دوست هایی که داری، لیکن بدان که از این دوست ها تو جدا می شوی. یعنی ساعتی می آید که وقتی تو این دنیا را پدرود می گوی با مقصد جدا شوی از دوست ها هم هست. بعضی محدثین معنا کردن که یعنی دوست بدار آن را که از او جدا نمی شوی.
این دوستایی که هستن مقصد از اینا جدا میشوی. آن دوستی که حقی دوست داشتن و پاینده با پیماندن است که او الله هست، با او دوست باش. سیوم حضرت گفتن که وعمل ما شئت فانک مجزی به. گفتن عمل کن پیامبر آن عملی را که برای دنیا و آخرت تو نیک است، لیکن همین قبول که در هر یک عملت نزد خدای مهربان تو حتما جزا میگیری. و بعد از آن گفت بدان که عزت مؤمن این در قیام شبش است، یعنی در نماز شبش است، و استغناء عن الناس، و همچنان گفت شرف مؤمن در بیداری شبش است و عزتش در این است که انسان خودش از دیگر آدم ها مقصد هیچ وقت پایان نگیرد، هیچ وقت پس نگیرد، هیچ وقت دستنگر دیگر ها نشان ندهد. از این حدیث خواهرها و مادرای عزیز این میآید که یعنی همین مرگی که الحال به سر این مادر ما آمد، به سر همه ما و شما این روزی هست که می آید. یعنی از این ما و شما هیچ دیگر راهی نداریم که از این خلاصی داشته باشد. از این یگان خلاصی نیست. قرآن در دهها جای خود بیان میکند که اگر چند شما از مرگ ناراحتین، اگر چند که شما نمیخواهین، لیکن مرگ با شما ملاقات خواهد کرد. از این لحاظ وقتی که ما که میدانیم که پایان عمر ما مادرها و خواهرها عزیز مرگ باشد، ما باید که برای مرگمان یا برای خانه آخرتمان ما باید یک ذخیره با خود داشته باشیم. ما با خود وقتی که دست خالی میریم، حضرت موسی را الله چی گفت؟ گویا موسی الفقر من الحسنات هو الموت الاکبر. اینهایی که گفت جان میتن و جانشون خدا میگیره، گفت این یک امری هست که باید به سر هر یک نفر بیاید. لیکن وقتی شما دست خالی خانه آخرت میایین و اونجا در مقصد ملاقات شما میشود که دستاتون در چیزی نیست، با خود یگان عملی نیکی آوردین، انا این گفت مرگی بزرگ است، انا این برای شما مشکلات و دهشت است. برای همین بسیار قاری اشاره خوب کردن در ابتدا فارشان شد که بسیار مردها امروز جمع آمدهای زیاد است، مردم حدیث و آیتهای زیادی را گوش میکنند. خدای مهربان که توفیق شانتیه که به همون گوش کردگیشون عمل کنند. لیکن برای خواهرای مادرای ما امروز حقیقتا از طریق امکانیتی که حاضر یک کس بیا و در رو برای اینها یک آیت قرآن، یک حدیث پیامبر معنا کند که این مادرای ما که همه مسلمانند، همه اینا اعتقاد دینی دارند، هر کدام اینها میخواهند که در دنیا هم با قانون الهی زندگی کنند، هر کدام اینها هم میخواهند که با خودشون مقصد یک مکافات داشته باشند و خانه آخرتشون آباد کنند. برای این را باز مستحکم کردن و بهتر کردن همین گفتگوها بسیار مهم است. همین شنیدنی ها بینیات مهم است. حتی مهم بودنش الله رحمت کنند این عزیزای خدا را که ما در ده ها جای مثال همین قرآن کو سر به سر برای ما و شما گوشزد میکنند، شاعرای ما برای ما و شما گوشزد میکنند که همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را همان آب و هواست. رنگ چگونه ای که همین هوا، نفس و آب برای ما مهمه، شنیدن برای هر یک کدام شما مهم و ضروره. خواهر عزیز، از این شنیدنی ها بسیار برای شما نیکی های زیاد میآید. پس این حدیث پیامبر ما را گوشزد کرد که شما حتما مقصد پاینده ای، یعنی عاقبت حیات هر کدام شما با مرگ روبرو شدن است. و یک نکته دیگر هم باید ما آگاه باشیم خواهر عزیز که حالت مرگ ما هم، حالت دم آخر ما هم با خود غمرات است، با خود سکرات دارد. یعنی مشکلات هایی داریم که در پیش ما و شما با جان به حق تسلیم کردن و همچنان جان به الله مهربان دادن، این هم به خودش یک مشکلات دارد. و مشکلات دیگری که ما در پیش داریم این خانه قبر مانه. حضرت مولوی گفت که اگر هر نفری که در دنیا قرآن میخوان، ببین قرآن میخوان، هر نفری که در دنیا نمازاش میخوان،
هر کسی که در دنیا از ماه رمضان است یا روز دوشنبه پنجشنبه هست یا بین ماه هست وقتی روزه میگیریم یعنی از هر یک عبادتایی که برگزار باشند اینها میگه در خانه قبر همه اینا در نزد همین انسان برای دفاع همون میروند برای پشتیبانی همون میروند حتی در حدیث خواندم که میگه هر یک عبادت در هر یک گوشه همون آدم مرده میایستادد نماز مثال در بالای سر میستد حج از طرف چپ میستد صدقاش از طرف راست میستند نمازهای شب از طرف پایان میستند میگه هرگاهی که یک عذاب اگر خواه به طرف این بنده آمدن هر یک عبادت میگه از جانب من به این انسان راه نیست مقصد نمیمانند او را احاطه میکنند درگیر چون میگیرند که هیچ وقت مثال در بالای این بنده یگان عذاب و اذیت و مشکلات خالی نمیدن اگه ما چی میگیم؟ ما میگیم خوش به حال همون نفری که همراه خودش این عبادت هم میبره و در احاطه عبادت میسته و عبادت او را چکار میکند؟ دفاع میکند که این بنده در خانه قبر خار و ذلیل و شرمنده و مقصد اذیت نکشد. از دنیا ما خواهرها و مادرای عزیز همین قد چیزی هست که با خودمان میبریم که خانه قبر ما و شما دیگر یگان مشکلاتی ندارد. ابوبکر صدیق میگو که من دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی اگر در خانه قبر میدروید ولی با خودش یگان توشه ندارد همچنان است که در داخل یک بحر در آمده است و با خود سواره ندارد. یعنی وقتی آدمی در یک بحر میدروید و با خودش سواره ندارد حالی او در او بحر چی میشود؟ از همین لحاظ ما حتما در حیاتی که امروز خداوند برای ما و شما داده است ما میبینیم همین موضوعی که از پیش ما و شما میگذرانند همه این برای ما و شما درس حیاتی هست.